بیا مو هم وخت په خیر ستړي مشئ. موږ مخکې یاد وکړله چې زموږ سره به دیني عالم او اسلامي دعوتګر محمد فهیم ناصري میلمه وي او د هغوی سره به پر دې باندې غږېږو چې په دې روژې مبارکې میاشت کې څنګه کولی شو چې خپل ځان جوړ کړو. پر ځان جوړونه باندې یعنې د ځان جوړونې لپاره د روژې مبارکه میاشت څومره چانس کېدلی شي. راغلاست ته وایم خوش آمدین جناب ناصري صاحب. صبحتون بخیر. سلامت. جناب استاد غواړو په پیل کې په دې باندې پوه شو چې د روژې مبارکه میاشت د انسان جوړونې لپاره یا د ځان جوړونې لپاره څومره ښه فرصت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله متعال مهربانی میکنه در کلام پاک خود در قرآن که در این ماه نازل شده. در شروع بعد از سوره فاتحه بعد از اینکه الف لام میم میآید ذلك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین و در جای دیگری میآید که هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. یعنی کتاب هدایت است. برای کی؟ برای کسانی که متقی هستند، برای او کسانی که پرهیزگار هستند. پس در این ماه مبارک که قرآن عظیمشان نازل شده و این کتاب است که در همه وقت نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه همیشه انسانهای متقی و پرهیزگار را هدایت بیشتر میکنه. ولی در جای دیگه الله متعال باز هم میفرماید که اولئک کالانعام بل هم اضل. یعنی کسایی که از این کتاب استفاده درست نکرده، برای اونها نرسیده، در حالی که یکی از نامهای قرآن نور است و در خانه ای که نور نباشه با کسی که نور نباشه در یک تاریکی زندگی میکنن. پس الله متعال میفرماید که کسایی که از این استفاده نمیکنن، توسط از این هدایت نشدن، اونها حتی چهارپای بلکه از کده هم بدتر هستند. پس در ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی که از یکی از مسائل مهم همی است که دروازه های جنت باز است، دروازه های دوزخ بسته است، شیطان های انسی همه در قید هستند و فرصت مناسب است که انسان فقط خودش است و نفسش است که با او مقابله کنه. یعنی شیطان های خطرناک که همیشه در هر حال انسان وسوسه میکنه اونها در قید هستند و یک فرصت مناسب است که انسان باید خود را بسازه در یک حالت. و هنگامی که ماه مبارک رمضان فرض شده بود، یعنی قبل از او انسان ها شاگردان خود را رسول الله صلی الله علیه وسلم درس عقیده داده بود. یعنی آنها عقیده ایشان محکم شده بود. بعد اونها به نماز پابندی کرده بودند و خود را ساخته بودند. یعنی وقتی که حکم از احکام الهی می آمد و دل و جان را میپذیرفتند. وقتی که روزه ماه مبارک رمضان رسید و شاگردان ساخته شده بودند، خود را ساخته بودند، چون اول چیزی که مهم است بالای انسان او عقیده است. علم عقیده بالای هر انسان فرض است و عقیده توحید را باید خوب بدانه. به این خاطر اونها هر حکمی که می آمد او را به دل و جان میپذیرفتند و وقتی که روزه ماه مبارک رمضان هم سال دوم هجرت فرض میشه، اونها نمیگن که گرمی طاقت فرساست و یا که ما در مقابل دشمنان الله حاضر جنگ میکنیم، مبارزه میکنیم و یا سختی های دیگری که به خاطر زن فرزند خود کار هم میکنیم، اعتراض نکردن. اونها ساخته شده بودن و با دل و جانی را پذیرفتن. پس وقتی که اون راه و روش هر انسان مسلمان پیش میبره و هدفش همی باشه که رضایت الله، پس شکم گرسنه، تشنگی لب، اینها هیچ اثری بالای انسان نمیگذاره، بلکه انسان از عبادت خود لذت میبره. شما گفتین که و پیش از این که ماه مبارک رمضان برسن آنها آمادگی میگرفتن، خودم میساختن به خاطر ماه مبارک رمضان. حال کسایی هستن که وقت ماه مبارک رمضان میرسه کلاه سفید میمانه و حتی کالای منظم و تسبیح دستشان و هر روز مسجد است و بعد از اینکه وقت رمضان خلاص میشه بعد نه مسجد است نه کلاه میمانه نه تسبیح برش میمانه. شما چی فکر میکنین؟ آیا اگر امی عادت شود بعد از رمضان هم یا هم پیش از رمضان امی قسم آمادگی بگیره براشون، بعد از رمضان امی عادتشون شود، چی گونه میتونیم، کدام راههایی هستن که میتونیم قسم خب ما قبلا وقتی که یاد کردم از صدر اسلام از پیامبر گرامی ما و از یاران جان نثارش، حالتی بوده که اونها قبل از اینکه رمضان برسه از رمضان استقبال میکردن که متاسفانه این استقبال کمتر از در جامعه ما خیلی. یکی از رازهایش همی است، چون اونها قبلا دعا میکردن، مشتاق آمدن رمضان بودن و میگفتن که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا الله در شعبان و در رجب در این ماها با ما برکت بینداز و ما را به رمضان برسان. یعنی که مشتاقانه منتظر بودن و برنامه ای داشتن.
اگر یک انسان قبلا برنامه داشته باشه، که هر انسان هدفمند باید برنامه داشته باشه که قبل از اینکه ماه مبارک رمضان میرسه چه برنامه‌ای را تنظیم کنم، این برش بهتر می باشه. ولی انسان هایی را که شما قبلا یاد کردین طبق احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که هر انسان وقتی که گناه میکنه در قلب از او داغ می باشه، اون داغ ها قلب را فرا میگیره، مثل از اینکه یک آهن را زنگ میزنه. پس وقتی آهن را زنگ میزنه او را صیقل میکنن. ولی شاگردان پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیدند که ما این را چگونه صیقل کنیم؟ گفت که با یاد الله، با تلاوت قرآن، با ذکر الله، به این طریق میشه. پس اگر طور عادت باشه که فقط ماه مبارک رمضان باشه و به خاطر از اینکه همسایه های ما خفه نشه، دوستان ما خفه نشه، مردم به ما چیزی نگویند، فقط زبان را بسته کنیم که از خوردن نوشیدن، این روزه اصلا قابل قبول نیست. بلکه یک انسان مسلمان با تمام اعضای خود باید روزه بگیره، چشم، گوشت، دست، پا، همه روزه داشته باشه. و در این حالت است که انسان موفق وقتی که فقط رضایت الله را میخواه و روزه چیزی است که در او ریا هم نمیشه. یعنی یک فرصت مناسب پیدا میشه برای کسی که میتونه بره غذا بخوره، کسی نبینیش، مراقبتش نکنه یا آب بنوشه، ولی به خاطر از اینکه رضایت الله است و خوف داره از الله متعال که عذاب بالایش نازل نشه و به خاطر از اینکه امر الله متعال خوب ادا کرده باشه روزه میگیره. و یکی از خوبی های دیگر هم همی است که اجر و پاداش روزه خود الله متعال میده. یعنی دیگر هر عملی را که انسان انجام میده او را ملائک برش نوشته میکنن، ولی الله متعال خودش گفته که برای فرزند آدم اجر و پاداش روزه را ما برش میده. پس این فرصت است که انسان استفاده میکنه. ولی انسان هایی که مثل عادت وره فقط در رمضان بنده الله میشن ولی در دیگه وقتها باز فراموش میکنن. یعنی به گفته شما وقتی که همین روز عید رسید بعد دیگه دروازه مسجد را هم ماچ میکنن و میرن تا سال دیگر خداحافظ. ولی را نمیفهمن و چی بدبخت انسان باشه که ماه مبارک رمضان بگذره ولی گناه های ازی بخشیده نشده باشه. چرا ماه مبارک رمضان یکی از معنی نامش همی است که محو گناهان میکنه، گناهان میسوزه. ولی انسان هایی که از این فرصت استفاده نمیتونن مشکل خودشان است، در حالی که الله متعال باز هم در قرآن عظیمشان میفرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر. انسان اگر یکی از شب‌های قدر عبادت میکنه و یعنی عبادت حقیقی میکنه، در حقیقتی است که 1000 ماه که معادل به غالبا 84 سال میشه عبادت میشه در یک شب. یعنی چون این فرصت را یک انسان در خواب میگذرانه یا در یک مجلس دیگری که نه در دنیا و در آخرت برش فایده باشه به اون میگذرانه، پس این انسان خوش وقت نیست و یک فرصت خیلی طلایی را از دست میده. مولوی صاحب کوم اعمال نسبت نور میاشت پروژیم برای که میاشت که غوړه دي چې باید هر څوک تر سره کړي؟ خب یک انسان مسلمان همیشه خود را آراسته داشته باشه به اخلاق اسلامی و به مسائل دینی، ولی تلاوت بیشتر قرآن، دعای بیشمار، دیگران را دعوت کردن، توبه و استغفار، صدقه در راه الله و در مساجد الله به اعتکاف نشستن، عبادت بیشتر، اینها همه از صبر و حوصله در راه الله. اینها همه راههایی است که در هر وقت سال باید باشه، ولی در این وقت سال چون درجه آنچه که فرایض است و درجهش بلندتر است، یک فرض به مراتب یعنی به 70 درجه بلندتر است و یک عملی که سنت و یا نفل را انسان انجام میده او به معادل ازی میشه که فرض باشه. و حتی اگر در این ماه مبارک رمضان زیارت بیت الله شریف نصیب کسی میشه به عمره میشه، معادل به این است که یک حج انجام داده باشه. این همه درجات است که فرصت مناسب است که الله متعال این نصیب من و شما گردانیده. واقعا به امید امی روزی که ما بتونیم واقعا چیزایی که خداوند متعال گفتن به ما قسم عمل بکنیم. مولوی صاحب یک چیز دیگه هم هستن که چگونه میتونیم امی اعمال واقعا پیاده بکنیم؟ کدام راههایی هستن که ما بتونیم؟ یک سری کسایی هستن که تنها به می رجوع کردن که نماز است و روزه است و فقط 5 وقت نماز میخونه و روزه را میگیره و دیگه در کسی دیگه چیزایی نیست که باید قرآن عظیم الشان تلاوت بکنم، ذکر بکنم یا همین که با کسی خوبی بکنم، با خوبی رفتار بکنم. چقدر مهم هستن غیر از این فرایض دیگه اعمال، دیگه عبادات؟ خب یکی همی است که انسان ماه رمضان حقیقتش درک کنه. یعنی یک فرصت مناسبی که الله متعال داده که انسان خود را دیگه ما بهتر بسازه، چرا که فرصت ها بیشتر است.
یعنی از خوردن نوشیدن انسان چیزی که همیشه انسان را مشغول نگاه میکنه و به کارهای دیگری که ولی در این ماه مبارک رمضان مردم به مساجد بیشتر رجوع میکنن. قبلا شاهد حال بودیم که شاید به 4 رکعت فرض خفتن هم کمتر مردم میرفت، ولی حالا به خاطر ادای 29 رکعت هم ختم رقم میگیره و این فرصت مناسب برای دعوت است. در این وقت اگر انسان خود را نسازه، از این فرصت ها استفاده نکنه، این مجالس قرآنی است، وقتی که ترجمه و تفسیر قرآن است در اینها حضور پیدا نکنه، باز فرصت از پیششان میره. ولی خوب است که قبلا یاد کردم باید به خاطر استقبال از این برنامه را عالمان دعوتگران مطرح کنند، این برنامه باشه تا که هر کسی که در این مجلس میآید، چون قبلا گفتیم شیطان های جنی در بند است و این فرصت مناسب است برایش که میتونه از این استفاده کنه. اگر در این ماه مبارک رمضان وقتی که در جمعیت لذت بیشتر میبره، خوب است که با الله تعهد کنه که بعد از ماه رمضان هم ما از مسجد دوری نمی کنم، از مجالس ایمانی دوری نمی کنم، یعنی همیشه دوری از قرآن نمی کنم، آن چیزی که نور است، یعنی از نور دور بودن نمیتونم، همیشه وقت میتونم با قرآن. و غالبا که ما هم اگر امروز به عنوان یکی از پایین ترین رتبه دعوتگر حاضر میشیم، این برکت ماه مبارک رمضان بوده که در ماه مبارک رمضان وقتی که در یک مجلس دعوتی که مجلس قرآنی بوده، مجلس دینی بوده، در اونجا ما با الله متعال تعهد کردیم که یا الله ما فقط بنده های رمضانی نیستیم، بلکه بندگان رحمان هستیم که بعد از اینکه ماه مبارک رمضان میرسه هر ماه دیگری که میاد، اگر ربیع الاول است یا ربیع الاخر، اگر محرم است یا سفر یا هر رجب شعبان، هر کدام ماهی که باشه، در او هم الله متعال خالصانه عبادت میکنیم. این فرصت مناسبی که برای ما مهیا شده، در این مثل یک کورس تقوا باره، مثل ازی که در امور دنیایی یک کسی میره به خاطر یک ماه 2 ماه کمتر زیادتر یک علم را میآموزه و بعد در امور زندگی از استفاده میکنه، همینطور یک فرصت مناسب است که ما هم استفاده کنیم. یک سوال دیگه هم در ذهن ما، وقتی کسایی که از این فرصت استفاده نمیکنه چگونه اشخاص میباشند؟ خب به نزد خداوند، به نزد رسولش و همچنان. خب پیامبر گرامی ما صلی الله علیه وسلم روز از روزها وقتی به منبر بالا می شدن 3 بار آمین گفتن. صحابه کرام پرسان کردن چرا؟ دلیلش را پرسان کردن، حکمتش را پرسان کردن که باید بیشتر بفهمن و گفت جبرائیل علیه السلام آمد برای ما میگفت که همین کسایی را لعنت کرده بود در حقیقت. و او کسا کی بودن؟ اول یکی کسی که پدر و مادرش در پیران سالی باشه و دعای از او نگیره و اونها را اذیت کرده باشه، او انسان بدبخت است. دوم کسی که ماه مبارک رمضان بگذره ولی گناهان از بخشیده نشه. و سوم هم کسی که نام پیامبر گرامی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم بشنوه و درود نگوید. پس در حقیقت انسانی که این زمین فرصت های استفاده نمیکنه. قبلا ما یاد کردم که یک شب عبادت حقیقی در این ماه معادل به این است که 84 سال، در حالی که امتهای پیشین سالهای طولانی عمر میکردن و یک انسان عذر پیش کردن نمیتونه که حالا عمر ما کم است، نصفش به خواب تیر شد، نصفش به غفلت، یک چند روزه که فرصت کردم چقدر عبادت کنم که مورد پذیرش تو باشه و این همه گناهان ما از بین بره. پس این فرصت مناسب. مولا صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ خپرونه ته راغلی زموږ بلنامه منله. تشکر، زنده باشید. سلامت باشین جناب مولا صاحب. بحث خیلی جالب خوب بود. انشالله که در برنامه‌های بعدی هم صحبت خواهد کردیم، شما را خواهد داشتیم انشالله. زحمت می‌کشیم. سلامت باشین. لطفا هم ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو سره وکړه. اوس هم یو ویډیو هم کارون چمتو کړی د وی ګوري، بیا هم را سره ملتیا وکړي. موږ له تاسو سره یو. بخشش چیست؟ شما باید در ابتدا معنی و مفهوم بخشش را به درستی برای خودتان تحلیل کنید، چون برداشت اشتباه از مفهوم بخشیدن ممکن است در ناخودآگاه شما موجب مقاومت در برابر بخشیدن دیگران شوید. گاهی معنی بخشش اشتباه در ذهن ما جا می‌افتد، مثلا این که فکر کنید بخشش به نوع وظیفه شماست و شما مجبورید به بخشیدن دیگران. این که بخشش را به معنی فراموش کردن بدانید یا فکر کنید بخشش به معنی ضعیف بودن شما یا قبول بی اهمیت بودن مسئله بوده است. این که بخشش را به معنی فراموش کردن بدانید یا فکر کنید بخشش به معنی ضعیف بودن شماست و معنی اشتباهی از بخشش است. بسیاری از تحقیقات نشان دادند که افراد بخشنده افراد شادتر و سالمتر از کسانی هستند که بخشنده نیستند. نگه داشتن کینه و نفرت
شادی و نشاط را از شما میگیرد و همانند یک محرک تنش‌زای مزمن به سلامتی شما آسیب میرساند. اگر شما فرد بیگذشت و کینه‌جو هستید، هر زمانی که به واقعی پیش آمده فکر کنید ترشح هورمون کورتیزول که در جریان واکنش بدن به یک عامل استرزا ترشح می شود افزایش می یابد. باید دانست بخشش فقط بیان الفاظ نیست، بلکه بخشش رها کردن خشم و رنجش است. بخشش یعنی در شرایطی که به طور واقعی آنچه حقتان نبوده پیش آمده، به جای افکار منفی مانند خشم، ترس، کینه، انتقام جویی و غیره، فکرهای خوب و سازنده مانند گذشت، ترحم، همدلی، محبت و غیره را در عمل نشان دهید. امروز همه می توانند با نگاه کوتاه به اطرافشان لیست از قهرها، دشمنیها و طلاقها را اسم ببرند، تا جایی که برای بعضیها زشتی این رفتارها به خاطر تکرار زیاد کم رنگ شده است. بخشش را می توان شکل از کاهش تنش و اضطراب تلقی کرد. فرد می تواند با رها شدن از خشم و آزردگی تمام توجه خود را به زمان حال معطوف کند و همچنین انرژی خود را به جای پرداختن به خشم و کینه‌جویی نسبت به دیگران صرف فعالیت‌های تازه و پیشرفت‌های بیشتر در زندگی کند. هنگامی که کسی ما را میرنجاند، معمولاً مدت زیاد آنچه را می‌خواهیم با او بگوییم در ذهن خود مرور می‌کنیم و به نوعی انرژی ذهنی منفی خود را به بیرون منتقل کنیم. بدین ترتیب احساس خشم و ناراحتی کم انسان مومن باید همچنان قوی شود که بتواند در هر شرایط از خطاهای دیگران چشم پوشی کند.